با مقصد بررسی و حل مشکلات اجتماعی ساکنان در شهر و ناحیه‌های ولایت خرطوم طبق نقشه چورابینی و دستور سپارش‌های پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری ترکستان محترم امامی رحمان از جانب رئیس ولایت دولتعلی سعید روزهای سیار قبول شهروندان راه اندازی گردیده است که در آن کارمندان دستگاه مقامات اجرایی حکومت دولتی، رهبران تشکیلات و مؤسسه‌ها و شخصان مسئول اشتراک ورزیده ساکنان به واسطه بر رئیس ولایت در مورد مسائل مهم مراجعت کرده با سوال و درخواست و پیشنهاد خویش پاسخهای قناعتمند پیدا میکنند. پیشروی ملت پیوسته تاکید می‌دارند که خدمتچیان دولتی باید در محل با ساکنان به طور منتظم واخورده عرض و شکایت آنها قبول و جهت دستگیری و حل آنها تدبیرهای موثر اندیشند. در این زمینه و اجرای طلبات قانون جمهوری ترکستان درباره قبول مراجعت شهروندان در روز قبول سیاری رئیس ولایت خرطوم دولتعلی سعید در ناحیه تیمورملک ساکنان اشتراک نموده اوید به مسائل کمک اجتماعی، جدا نمودن قطعه زمین نزدیکی، کشیدن خط برق به مکتب، تامین آب نوشابه، جدا نمودن قطعه زمین نزدیکی، تأسیس دادن خواجگی دهقانی، بنیاد انشاءات‌های سوای تندرستی، تازه کردن جوی و زبرها و برقرارسازی دنبه‌ها و دیگر مشکلات اجتماعی مراجعه نمودند که حل آنها پورا از جانب رهبریت ولایت دستگیری یافت. در روز قبول سیاری شهروندان به 2 نفر بابت مراجعتشان کمک مادی رسانیده شد و در انجام این چورابینی رئیس ولایت خرطوم دولتعلی سعید اوید به نقطه‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان وسعت کارهای آبادانی و سازندگی، تامین پیشرفت وضع اقتصادی و اجتماعی و حل مشکلات ساکنان برآمد کرده مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که در این سمت چاره‌های قطعی اندیشند. نظیر مهدی سفر، عزیزرضا سعید برای برنامه اخبار از ناحیه تیمورملک.